این ویدیو رو ببینید، قضاوتش هم با شما. ایره چی میگم خودت شده بود دوست آمدم با بنسیله. یه لحظه گوشی اسم دوست پسرم تو خود جمعش رو بیا. خیالت راحت. الو داداش اسمش چی بود؟ محمد داش میشه من نگران نباش. شما چقدر صداتون آشناه. محمد چی؟ دوغوزیان. این که شوهر منه. من واسه مثلا توضیح میدم تو رو خود شرمنده. بگی ولش کن دوستم داره زنگ میزنه. الو جانم عزیزم. من با دوستم برام چک بکنیم به خدا. این دقیقه گوشی. اسمش چیه؟ امیر. الو سلام امیر جان. آره با من شما چقدر صدات آشناست؟ یه لحظه امیره؟ احمدی. این که شوهر منه. خب بذار منم واسه توضیح بدم. توضیح چی؟ الان ما چی هم دیگه؟ استخبار خونده؟ خیلی بکشیم بریم. آقا ما دیگه نمیدونم چی بگم. داریم چیکار میکنیم؟ با جامعهمون داریم چیکار میکنیم؟ چرا باید همچین محتوایی رو بسازیم؟ محتوایی که هرزگی رو رواج میده. داریم چیکار میکنیم با آینده فرزندانمون؟ داریم یه چیزایی رو تولید میکنیم که تو کشورهای اروپایی و آمریکایی هم افله. داریم یه چیزایی میگیم که اصلا واقعا عجیب غریبه، باعث شوک میشه. جامعه ما نیاز به همچی محتوای خرابی نداره. آقا حالا من محترم، شما قرار فردا مادر بشی، الگو بچت بشی، به نظرت با همچی ذهنیتی لایق هستی که بهت او فرزندگی مادر؟ قضاوت با شما.